هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، اینا کلمایی هستن که این روزا همه جا میشنویم. ولی واقعاً فرقشون چیه؟ امروز میخوایم یه بار برای همیشه این قضیه رو روشن کنیم و از این سردرگمی در بیاییم. ببینید، قضیه جدی‌تر از این حرفاست. مارک کیوبن یه حرف خیلی جالبی میزنه. میگه اگه این چیزا رو یاد نگیرید، تا 3 سال دیگه مثل دایناسورها منقرض میشید. این یعنی دیگه فهمیدن این اصطلاحات یه چیز لوکس و اختیاری نیست، یه ضرورته. خب، مشکل اینجاست که این اصطلاح‌ها خیلی وقتا به جای هم به کار میرن و آدم گیج میشه. ولی نگران نباشید. ما یه راه حل خیلی ساده داریم. یه مدل خیلی واضح که کمک میکنه این تفاوت‌ها برای همیشه تو ذهنتون حک بشه. ساده ترین راه برای فهمیدن اینا اینه که بهشون مثل عروسک‌های ماتروشکای روسی نگاه کنیم. میدونید کدوما رو میگم؟ همون عروسک‌های چوبی که تو دل هم قرار میگیرن. ما با بزرگترین عروسک شروع میکنیم، یعنی اون ایده کلی و بزرگی که همه چیز از اون شروع شد. اون بزرگترین عروسک، بیرونی ترین لایه همون هوش مصنوعیه. اون مفهوم کلی و بزرگی که میگه ما میخوایم ماشین‌هایی بسازیم که هوشمند باشن. خب، حالا اون عروسک بزرگ رو باز میکنیم. توش چی پیدا میکنیم؟ یه عروسک کوچیک‌تر. یادگیری ماشین. یادگیری ماشین در واقع یه روشه. یه راه برای اینکه به اون هوش مصنوعی برسیم. و در نهایت اون عروسک دوم رو هم که باز کنیم به کوچکترین عروسک میرسیم، یادگیری عمیق. این دیگه یه تکنیک خیلی خاص و قدرتمند تو دل خود یادگیری ماشینه. خب، حالا که تصویر کلی دستمون اومد، بریم هر کدوم از این عروسک ها رو دقیق تر بررسی کنیم. اول از همه بزرگترینشون، هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یا همون AI در اصل یه ایده خیلی بزرگه. هدفش اینه که ما بتونیم هوش انسانی رو به ماشین‌ها بدیم. یعنی سیستم‌هایی بسازیم که بتونن مثل ما آدما فکر کنن، یاد بگیرن و خودشون به تنهایی مشکلات رو حل کنن. یه جورای رویای ساختن یه مغز مصنوعیه. و فکر نکنید این یه چیز خیلی دور و مربوط به آینده است تا شما هر روز دارید از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید. مثلا وقتی با سیری یا دستیار گوگل حرف میزنید یا وقتی گوگل ترنسلیت یه متن رو براتون ترجمه میکنه. اینا همش کاربردهای هوش مصنوعیه. حتی اون ماشین‌های خودران مثل ویمو هم یه مثال عالی از همین ایده هستن. خیلی خوب. بریم سراغ عروسک بعدی. لایه داخلی تر. یعنی یادگیری ماشین. اینجاست که قضیه فنی‌تر و جالب‌تر میشه. یادگیری ماشین یا ML یه زیرمجموعه از هوش مصنوعیه. نکته کلیدیش اینجاست. به جای اینکه ما به کامپیوتر خط به خط بگیم چیکار کنه، بهش یه عالم داده میدیم و ازش میخوایم خودش از روی اون داده ها یاد بگیره. یعنی دیگه برنامه نویسی با قانونهای سفت و سخت نداریم، بلکه ماشین از طریق تجربه و تحلیل داده ها مدل های پیش بینی کننده میسازه. حالا خود این یادگیری هم انواع مختلفی داره. 3 تا نوع اصلی داریم. یکی یادگیری نظارت شده است که ما به ماشین داده‌های برچسبدار میدیم. مثلا 1000 تا عکس گربه بهش نشون میدیم و روی هر کدوم مینویسیم این گربه است. نوع دوم نظارت نشده است که کلی داده بدون برچسب بهش میدیم و میگیم خودت بگرد الگوهای پنهان رو پیدا کن. و سومی که خیلی هم باحاله، یادگیری تقویتیه که ماشین مثل یه گیمر عمل میکنه. با آزمون و خطا و گرفتن جایزه یاد میگیره چطور یک کاری رو به بهترین شکل انجام بده. خب کاربردش کجاست؟ همه جا. از پیشبینی فروش محصولات گرفته تا تحلیل تراکنش‌های بانکی برای پیدا کردن کلاهبرداری. یا مثلا وقتی یه سایت خرید بهتون یه محصولی رو پیشنهاد میده، پشت صحنه یه الگوریتم یادگیری ماشین داره کار میکنه. حتی پیشبینی قیمت سهام هم با همین روش‌ها انجام میشه. و حالا میرسیم به هسته مرکزی، کوچکترین و در عین حال قدرتمندترین عروسک، یادگیری عمیق. این دیگه مغز متفکر ماجراست. یادگیری عمیق یا DL یه زیرمجموعه خیلی خاص از یادگیری ماشینه. چیزی که اونو شگفت‌انگیز میکنه اینه که ساختارش از مغز انسان الهام گرفته شده. از چیزی به اسم شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده میکنه که میتونه حجم فوق‌العاده زیادی از داده‌ها رو پردازش کنه. دقیقاً مثل لایه‌های مختلف نورون‌ها تو مغز ما. خب، این شبکه‌های عصبی چطوری یاد میگیرن؟ فرایندش خیلی جالبه.
اول شبکه یه سری داده ورودی میگیره و به بخشای مختلفش یه وزن یا اهمیت میده. بعد بر اساس این وزنا بعضی از نورون‌هاش فعال میشن و یه خروجی یا پیشبینی تحویل میدن. حالا مرحله مهم، مدل میاد پیشبینی خودشو با جواب واقعی مقایسه میکنه. اگه خطا داشت، از یه روشی به اسم پس انتشار استفاده میکنه و برمیگرده عقب و وزناشو یکم دستکاری میکنه تا خطاش کمتر بشه. این چرخه میلیون‌ها بار تکرار میشه تا مدل روز به روز دقیق‌تر بشه. دقیقاً، چون یادگیری عمیق ساختاری شبیه مغز داره، تو کارهایی که نیاز به تشخیص الگوهای خیلی پیچیده دارن فوق‌العاده عمل میکنه. کارهایی مثل تشخیص تومورهای سرطانی تو اسکن‌های پزشکی یا نوشتن کپشن خودکار برای عکس‌ها، حتی میتونه موسیقی بسازه یا اشیاء مختلف رو توی یه ویدیو تشخیص بده. خب، حالا که با هر سه تا عروسک آشنا شدیم، بیاید یه بار دیگه همه رو کنار هم بذاریم و تصویر بزرگ رو ببینیم. یه تفاوت اصلی و کلیدی بین یادگیری ماشین و یادگیری عمیق تو نوع داده‌ای هست که باهاش کار میکنن. یادگیری ماشین معمولاً به داده‌های ساختار یافته و مرتب نیاز داره، مثل یه جدول اکسل تمیز. ولی یادگیری عمیق به خاطر اون شبکه‌های عصبی چند لایه‌اش میتونه با حجم عظیمی از داده‌های بدون ساختار هم کار کنه. یعنی عکس، فیلم، متن، هر چیز به هم ریخته‌ای رو میفهمه. پس اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، هوش مصنوعی اون هدف بزرگه، یادگیری ماشین فرایند رسیدن به اون هدفه و یادگیری عمیق یه تکنیک فوق‌العاده قدرتمنده که اون فرایند رو خیلی خیلی هوشمندتر میکنه. یادتون نره، عروسک بزرگ، عروسک متوسط و عروسک کوچیک. خب، ما لایه‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق رو باز کردیم. درک این چارچوب واقعاً کلید فهمیدن دنیای آینده است. حالا سوال اینه، به نظر شما عروسک بعدی که از دل یادگیری عمیق بیرون میاد چی میتونه باشه؟ جهش بزرگ بعدی در هوشمند کردن ماشین‌ها چیه؟